دوران عزیز سلام علیکم. 14 اپریل سال 2025 قرار دارم در موضع پالوسی نوحه بابوجان غفروف ولایت سوخت و نوار میکنم از گلوزدارهایشون. گلوزدارهای اینجا بهترین گلوز این درخت ها کجاله شده گن. برای چی؟ برای اینکه شمال از همین طرف هست. از همین طرف درخت رو در خوردهش تله داده کج کرده است. یک نمود هم خیلی فرمیروفکا هست و ما آینده میکنم اوفو نام دارد. این خیلی نیو هم خیلی کج است. بعد شما نشون میدم اینا شمال کردگی. این گلوسو به نهایت گلوسوی نغز کیلوش 20-25 تومان بگمانم میرود یگان ماه پس. اینجا یک 2 هکتار گلوس است. گلوسو یک تا کمبودی است که کمبودی از جهتی با صاحبش با باغبان باغدار وابسته است. این انقدر اوچه بچه می شود. این از بود هوا وابستگی دارد. دوتگی می شود که این با بزرگ برورده نمی شود. این را با بزرگ اینش رو می برورن. این تاقش رو نغزش رو این یک تا من این دوتا. لیکن بسیارش من اوچه بچه شدگی اوچه بچهش با بزرگ رفتنش قین. این میگویم با بود هوا وابسته دارد. با سبب های اودن نه با سبب های بود هواگی. اوزوقه دادن، پورو دادن، همفاس دادن از ترمو. من بینید چخیل نشنموش خوب. اسم جانا که این چند ساله؟ 10 ساله. 10 ساله من زمین ها پوری پورو. من بینید موبایلش رو جوف کردن. بینید باغداری که دلشون میسوزد و میخوان پول کار کنن. انا این میشود. موبایلش رو جوف میکنن. انا بوریشی نغز میکنن. دورو میزنن. پورو میتین. حالی تابستون دورو هم میزنه ده اسم جان؟ مقابلی من حشرات و مقابلی کسلی من لیازه. من برگوش ببینید چه خیلی تازه. یگان چی نخورده است. چون که الان دورو زده نگاه کردم. برگوش تازه یگان سرخی ندارد. ببینید. یگان حشرات هم ندارد. الان اینا دورو زدن. چی دورو زده ده اسم جان؟ نوریل زده مقابل حشرات. ایمپاک هم زدند. انا ایمپاک زدن مقابلی من دیگر کسلا دیدید. چقدر تازه. هم دوران عزیز شما هم خیلی باغداری کنید. اگر همین خیلی باغداری کنید. باغداری شما باید همین خیلی مبانی باغ تازه باشد. درختتون ابرسکه خوب داشته باشد. سری وقت پرش رو خوردگی باشد. سری وقت آبش رو تامین کنید که شما صاحب پول شوید. اینا ببینید هم دوران عزیز خیلی کلان همه گلاس. این گلاس این چی؟ این پول 20 تومانی. یک نهالی اگر همین 30 کیلو بندد 600 تومانی. 600 تومانی 200 تومانیش با کارگر رود. اگر 400 تومانی با کیسه شما می رود. 1000 دونه داشته باشید 400,000 دونه 400,000 تومانی پولی کم است. میگر با آینده من نوهای بهترینش رو آوردم. چنون بهترینش رو آوردم که شما باغ کنید. اگر از وای بعد از 6-7 سال از وای 50-60 کیلو میگیرید. من بعد از 2 سال نهالش رو فروش میبرم. نهالیستان کنم حال آب برورم. خدا خواهد من مرحمت. هم دیاران عزیز تماشا کردید باغ رو. هم یک تا این کمبودیش که این از بود هوا وابستگی دارد. بعد از همین نوع سورت هم وابستگی دارد. همین سورت پیشپزه که ما همین خیلی میشود. درست میگه؟ همین سورت پیشپزه که ما بسیارتر همین خیلی میشود. من سورتای آوردم که 20-25 ماه ایول ده میرود. خدا خواهد زیاد کردم بعد شما میگیرید. هم دیاران عزیز در پناه خدا باشید. از همین نورهای من اگر یگان قطره فایده دیگه باشد پدپیست کنید. یک گپ گویید. یک پدلیت کنید. یک رفیقتون بیند. همه کس ما باید تاجیکستان رو آباد کنیم. چون که وطن ما است. دیگر وطن نداریم ما. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.